سلام دوستای گلم، امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه. امروز قراره با هم دیگه یک کباب تابه‌ای خیلی خوشمزه درست کنیم. برای درست کردن کباب تابه‌ای نیاز داریم به گوشت چرخ شده، پیاز، کره، ادویه ها، نمک، فلفل، زردچوبه، پودر سیر و یه پودر دستاست که خودم درستش کردم. پیاز رو پوست میگیریم و رندش میکنیم. گوشت رو داخل ظرف میریزم. آب پیاز و نصفش رو میگیرم، به گوشت اضافه میکنم. خب دستم رو بشورم. خب حالا بهش ادویه ها رو اضافه میکنم. نمک، فلفل، زردچوبه، پودر سیر یک مقدار کم. خب حالا بهش ادویه دستاز اضافه میکنم. مقدار کافیه. این ادویه دستساز بچه ها داخلش تخم گیشنیز، جوز هندی، دارچین، هل، میخک اینا آسیاب شده داشتم، با هم مخلوطش کردم که داخل هر غذایی میشه. خیلی هم خوشمزه میکنه غذا رو. حالا مواد رو با هم مخلوط میکنیم و خوب ورزش میدیم. خوب که ورزش دادیم یه پلاستیک روشو میگیریم، یک ساعتی داخل یخچال میذاریم تا قشنگ مواد به خورد هم بره. برنج گذاشتم که آبکش کنم. خب برنجم گذاشتم با کباب تابه‌ای برای نهار. حالا گوشتی که داخل یخچال یک ساعت موند و داخل مای تابه میریزم. قشنگ کف مای تابه پخشش میکنم. قشنگ که صافش کردیم با لیسک بهش شکل میدیم، حالا یا لیسک یا کفگیر هر کدوم که راحتی.
بهش که قشنگ شکل دادیم 2 قاشق روغن اضافه میکنیم، میذاریم رو شعله خیلی کم که هم سرخ بشه و بپزه. در حال سرخ شدنه بهش کرم اضافه میکنیم. در حال سرخ شدنه بهش کرم اضافه میکنیم. خب قشنگ داخلش پخته دیگه، درشو بر میداریم تا خوب سرخ بشه. برنجم هم که آبکش کردم گذاشتم که دم بیاد. اون طرفش که سرخ شد برمیگردونیمش به طرف دیگه‌ش هم سرخ بشه. خب بچه ها کباب تابه‌ایمون آماده است. حالا برنجمون هم آماده شده. تو بشقاب برمیگردونیم. چه برنجی شد. این هم از برنجمون که دیگه آماده است. خب اینم از غذامون که دیگه آماده است. خب دوستای گلم، اینم از آموزش کباب تابه‌ای خوشمزه‌مون. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ولاگ و آموزش‌های بعدی، خدا نگهدار.